соат ба вақти программа расо ҳафтаст ва дар оғози бози як рӯзи нав бинандагони азиз, ман дар канори шумо ҳастам бо хабарҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон. Имрӯз чоршанбе 10 июл аст ва сипос мегӯям ки ҳамеша моро тамошо мекунед ва умедворам ҳар куҷое ки ҳастед сиҳату саломат бошед ва рӯзатон ба хубӣ оғоз шуд. خب امروز در پرگ هوا ابری بوده. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 22 درجه را تشکیل نماید. در مسکو باشد باران می بارد و تا 18 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ هوا امروز ابری و تا 17 درجه گرم می شود. در دوشنبه هم آب‌وشناسان برای امروز هوای ابری را پیش بینی کردند. احتمال دارد که در دام روز گرمی 38 درجه را تشکیل بدهد. خب اکنون از خبرها میگویم دیروز پرزیدنت تاجیکستان در مقامات دادگاهی کشور تغییرات کادری را انجام داد. با فرمان عملی رحمان سودیه‌های نویای فردوسی، حبیب الله خان انعامزاد و سینوی پایتخت لقمان رجبیان از وظیفه آزاد کرده شدند. بر علاوه بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان با قرار حکومت کشور و در موافقه با پرزیدنت در هیئت فرماندهی جزو تام‌های نظامی وزارت دفاع و نمایندگی تاجیکستان در ساختار دستگاه مرکزی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی تغییرات کادری صورت گرفته از حساب خدمتچیان حربی صاحب اختصاص و دانندگان زبان خارجی تعیین گردیدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید در 40 روز اخیر در آب‌های کشور 64 نفر به هلاکت رسیدند که 28 نفر آنها تا 16 ساله میباشند. این کمیته باری دیگر به ساکنان و مهمانان تاجیکستان هشدار میدهد هنگام آببازی قاعده‌های شناوری را جداً رعایت کنند. به قبل این نهاد با هدف جلوگیری از حادثه‌های ناخوش در کل دریاهای کشور راه‌اندازی کارهای تبلیغاتی در مکان‌های استراحتی و عمومی آدمان در ساحل‌های رودخانه‌ها و تفریحگاه‌ها ادامه دارد. اما متاسفانه ایده شهروندان نسبت به بی‌خطری خود بی‌پروایند و در این برابر کودکان و نورسان را تنها و بی‌نظارت در ساحل‌های آب‌ها می‌گذارند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده با نشر یک اطلاعیه میگوید شهروندان به تفریحگاه‌های غیررسمی و بی اجازت می‌روند و با این وسیله حیات خود و اطرافیانشان را زیر خطر می‌گذارند. امروز که در کشور تعطیل تابستان است، اکثر بچه‌ها به حال خود گذاشته شدند. این نگرانی کمیته در حالی است که هنوز ماه دوم تابستان است و گرمی در کشور تا به 38 درجه می‌رسد. ضمن نجات بخشان روس از دریای ایرگیز ولایت سرات و جسد شهروند 33 ساله تاجیکستان را بیرون برآوردند. فوجیه صبح 7 ایول رخ داده است. موتورسیکل آبی 2 نفر هنگام حرکت در دریا چپه می شود. یک نفر جان به سلامت می برد ولی شهروند تاجیکستان غرق می گردد. وزارت دفاع تاجیکستان از نقشه برگزاری آزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین خبر می‌دهد. مشق‌ها در آخر ماه ایول در نویه اشکوشیم ولایت مختار کوهستانی بدخشان که با افغانستان هم مرز است برگزار می‌شود. نیروهای حربی هوایی و ضد هوایی و قسم حربی زودعمل وزارت دفاع تاجیکستان با روتای مخصوص نیروهای مسلح چین در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در مسئله مبارزه با تهدید جهانی معاصر با تندگرایی و تروریسم مشق مشترک حربی انجام میدهند. عارف ناظم‌زاده سخنگوی دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان با تصدیق این خبر امروز با رادیو آزادی گفت که مشق‌ها در مشق‌های گارنیزون حربی ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر می‌گردد. و گفت از مقامات چین خبر دادند که یک روتای مخصوص نیروهای مسلح این کشور شرکت خواهد کرد و افزود این اقدام از جانب وزارت‌های دفاعی هر دو کشور در دایره همکاری‌های حربی هر سال برگزار کرده خواهد شد. گفته می شود مشق‌های مشترک نظامیان این دو کشور در سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان انجام یافته بود. در حالی که تشنج با رهبران جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد، آمریکا می‌خواهد ائتلاف نظامی برای تامین امنیت در مسیرهای استراتژیک کنار یمن و ایران تشکیل کند. گنرال بحری جوزف دانفورد رئیس استادی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا 9 ایول به خبرنگاران گفت که آمریکا رهبری ائتلاف را بر دوش گرفته آن را با وسایل مراقبات تامین می‌کند. طبق نقشه این ائتلاف حرکت کشتی‌های فرماندهی آمریکایی و کشتی‌های تجارتی را در خلیج عمان و جزیره عرب همراهی خواهد کرد. روز سه‌شنبه دانفورد با اجرا کننده وظیفه وزیر مدافع آمریکا مارک اسپر و کاتب دولتی این کشور مایک پامپئو دیدار و گفتگو داشت. تامین امنیت بحرنوردی در منطقه خلیج فارس بارها بحث شده است ولی برای اولین بار در این بحث‌ها امنیت حرکت کشتی‌ها در کنارهای یمن شامل شده است. پرزیدنت پیشین قرقیزستان المازبک اتنبایف برای
بازپرسی همچون شهید به وزارت کارهای داخلی این کشور دعوت کردید ولی اعلام داشت که آنجا رفتنی نیست و پیشنهاد کرد صلح به نماینده او داده شود. دعوتنامه را کارمند میلیتسا به منزل المسبک اتنبایف رساند و بنابر آن پرزیدنت سابق میبایست روز 9 ایول حاضر میشد ولی المسبک اتنبایف گفت به هیچ گونه بازپرسی نخواهد رفت. 20 ایون پرزیدنت پیشین اظهار داشته بود که به همه کار آماده است. من یاروقی توفه شده دارم، مخصوص از آن یاد میکنم. از جان بچه های جوانی میترسم که برای گرفتن من میآیند تا فرمانی نادرستی رهبران خود را اجرا کنند، گفت اتنبایف و یک ضرب المثل را ذکر نمود. بهترش از تیر کشته شوید تا از بیماری. 27 ایون وکیلان پارلمان قرقیزستان با اکثریت او را دخل ناپذیری اتنبایف را همچون پرزیدنت پیشین بیکار کردند. اکنون مقامات میتوانند در هر لحظه او را بازداشت و به جوابگری جنایی جلب نمایند. دوستانی کل قرقیزستان ضد او پرونده باز کرده است. سازمان حامی خبرنگاران روزنامه‌نگاران بدون مرز از آن متاسف است که مقامات پاکستان بعد نشر نشست مطبوعاتی مخالفین حکومت بخش برنامه‌های سه کانال تلویزیونی را متوقف کردند. این سازمان که قرارگاهش در فرانسه میباشد روز 9 ایول اظهارات پخش نموده خبر داده است که بعد پخش مستقیم نشست مطبوعاتی دختر سروزیر سابق مریم نواز سه کانال تلویزیونی اپتاک تیوی، نیوز تیوی و کپیتال تیوی از طرف مقامات خاموش کرده شدند. فعلا سروزیر سابق پاکستان نواز شریف در حبس میباشد. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز از سروزیر پاکستان عمران خان طلب کرده است که بهر احیای پخش برنامه‌های این کانال ها تلاش ورزند. وزارت تندرستی قرقیزستان سبب ضرورتشوی دست جمعی ساکنان را در طرفخانه در توکموک اعلام کرد. به اطلاع وزارت در مجموع 174 ساکن برای دریافت طبابت طبی مراجعت کردند. از این شمار 78 تن در بیمارستان بستری شدند. تشخیص طبی معین کرد که ساکنان از غذا زهرآلود شدند. طرفخانه مگاپولیس با دستور مقامات موقتا بسته شده است. زهرآلودشوی دست جمعی ساکنان روز 29 ایون در طرفخانه مگاپولیس در مراسم ازدواج رخ داده است. در این مراسم 257 مهمان شرکت داشت. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. دوستان کل تاجیکستان میگوید سال گذشته 22 منصبدار تاجیک برای نقض حقوق شهروندان به جوابگری جنایتی کشیده شد. این ارقام در حسابات دوستان کل یوسف رحمان به مجلس ملی درج شده است. در این حسابات از جمله گفته می شود که در نیم سال اولی سال جاری به دوستان از جانب ساکنان نزدیک 2,500 درخواست و عرض شکایت ها وارد کرده است. در میان منصبدارانی که به جوابگری کشیده شدند از جمله کاتب جماعت دهات حیاتی نوی ولایت سوخت مثال آورده شده است. او با آن ابدار شده است که مراجعت شهروندان را به نظر نگرفته است. همچنین مهندس اوید به ساختمان زمین در جماعت دهاتی سرزم 50 عریضه شهروندان را به بررسی گذاشته است و بنابراین با حکم سودی محکوم گردیده است. ضمن در این حسابات گفته می شود که نسبت به سال 2017 در سال گذشته میزان جنایتکاری خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته 29% کاهش یافته است که این را دوستانه نتیجه کارهای ترغیباتی و تشویقاتی می داند. یک بانوی پژوهشگری توجیک برای اختراع ملهم طبابتی بر ضد بیماری حساسیت پوست در یک آزمون جهانی صاحب 2 مدال طلا شد. این زن نوآور توجیک نامزد فنهای تکنیکی و خادم مرکز علمی و تحقیقاتی فارماسیفتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. مولوده دولت محمد و نامزد علمی تکنیکی بعد 10 سال پژوهش به این خلاصه آمد که می شود بیماری حساسیت یا آلرژی را با گیاهای شفا بخش و بی‌ضرر عوض کرد و با این رو به انسان ها دوا بخشید. دوایی که او در این سمت اختراع کرده است ملهم برای حساسیت پوست نام دارد و آن اخیراً در یک آزمون جهانی به عنوان اختراعکار در کره جنوبی صاحب 2 نشان طلا شد. مولوده دولت محمد 33 ساله که با این نوآوری خود در ساحه طب در میان 274 زن از 28 کشور دنیا یکی از بهترین بانوی اختراعکار دانسته شده میگه اگر اختراعات او در طب به راه مانده شود مشکل بیماران حساسیت در کشور از بین خواهد رفت. این بانوی محقق میگوید این ملهم حالا در شرایط لابراتوری آماده شده است و امکانیت ندارد که آن را در استحصالات به راه ماند. مولوده دولت محمد و گفت بانوان که مادرند بیشتر کوشش می‌ورزند درباره صحت مردم نوآوری‌های مهمی را پیشنهاد کنند. این پژوهشگری جوان امید دارد اگر دولت نوآوران را در این سمت دستگیر و کمک کند و استحصال دارو را در داخل کشور بیشتر به راه ماند برای وارد کردن داروهای گران ارزش از خارج کشور ضرورتی نخواهد ماند.
در 12مین نمایشگاه و فروم جهانی زنان نوآور در کره جنوبی در برابر دولت محمد و از سوی مؤسسه دولتی مرکزی ملی پتنت و اطلاعاتی تاجیکستان کار 8 بانوی دیگری دانشمند که اکثرا مربوط سوی طب است پیشنهاد شد. از این مرکز به رادیو زوده گفتند که بانوان تاجیک از نمایشگاه مذکور با 3 مدال طلا، 4 نقره و 4 برنج به وطن برگشتند که ما البته این بانوان را تبریک میکنیم. و در این قسمتی صحبت من از قرب اسعار خارجی برای شما میگم که از سوی بانک ملی برای امروز چنین تعیین شده است: $1.943 درهم، 1 یورو 10.57 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 148 سومونی. تشکر با آنکه به طول قریب 10 دقیقه ما رو همراهی کرده بینندگان عزیز و من همه شما رو در پخش‌های مستقیم بعدی یعنی ساعت 10 با وقت پراگ و بعداً ساعت 1 با وقت پراگ منتظر میشوم و ما خبرهای زیاد داریم. گزارش‌های جالب است که در دوام روز حتما تقدیم شما خواهد شد. با امید روزی خوش و بردباری با یکی شما همه شما رو در پخش‌های مستقیم منتظر میشویم. روزی خوب داشته باشید.